رانو خوب هستی؟ خوبم. تو از کجا آمدی؟ یوسف گفت که در اینجایی. در اونجا کیست؟ کی رو پروندی؟ نمیدانم. یک کس رو پروندم. حاضر میفهمیم. از پسم بیا. سردارم شما خوب هستید؟ خوبم. تیر جوشن نگاه داشته است. سردارها خان را پراندن. با هدف رسید. در اینجا بود؟ در اینجا کسی نیست؟ امینم که او رو زدم. آنه بین ایزی خون گریخته است. رانو تو در اینجا ایست. انا در اونجاست. ایست نگریز. ایست با تو میگویم. پلیس. یازی کی از کنار تیر پران؟ نمیدونم سردار. خوب شد که آمدم. سردارم یکی از آنها میگویدم. آبرک شما از دنبال آنها شوید. من از کفای دیگرهایش میشم. پلیس ها میآید. کار را تمام کردیم. وقتی رفتن شد ثابت. والکن میگوید زودتر باشد. میرم. زودتر میگویم. کجا گم شد؟ رانو رانو تو رو کشتن خوبتر است ممدو. چی شد ممدوی رو یفتی؟ نه نیفتم. کجای غیب زد؟ رحما بیا اطراف رو بینیم. شاید دو رو پیدا کنیم. با پلیس خبر دادی؟ خبر دادم. رفتیم میکوبیم. تایها باز گریخته است. رفتیم. قربانی اولادت شوم. زدنشان مردانه.
صابی از پس من افتادم. با دقت باش، پرونده ایستادن. از اینجا چقدر خونه یابی؟ در سر من 1 فیگر آمده است. همراهی تو میرفتم اما ماشین رو کی میراند؟ تو قصد کشتن پلیسا رو نداری همین خیلی؟ تا به این درجه نه صابی. با دقت باش مالخان که پرونده ایستادن. چی شد؟ ماشین رو بخوره دیراز. کاری خوب کردی. تشکر. گفتم که از حد نمیگذرم. انا بین با کسی ضرر نرسید صاحب. همش خوب. اما نقابت به من محکوم نشد. خیری از این عملیات خفه اومد صاحبی. آیا او از این عملیات خبر داشت؟ نه، همین که رفتیم همش را میفهمیم. دوست دارم مشکل است. او را با بیمار خانه بردم. لیکن احوالش بسیار هم بد است. از ماشین یگان چیز جفت کرده؟ نه سردار. در درونش تنها قوطی های خالی بود. کسی ما رو فریبی سخت داده است. میدانستم که ما ماشین را قرار میدیم. کمی پس به امنیت میرویم. کسی که شما را روان کرده است همش رو یک به یک میفهمانیم. نیتی سخن کردن ندارم. دیده سردار، این آدم نیت بی زبان شدن رو دارد. فهمیدم. حالا شما با چی کار مشغول بوده اید؟ کسانی که خبر دادند آدمان خیرخواه بودند. کنی فرارد کنی بینیم باز چی کار کردنی هستند؟ این را گرفته آشتن در آنجا گذارید. فهمیدم. با دقت باشید. آیسته. خوش آمدید. ماشین دیگر چی شد؟ پلیس ها دیگر ماشین را داشتند. ما باشیم به راحت گذشته رفتیم. یعنی که اشیاء ها تیارند. بسیار خوب. عالی جناب. آفرین پیکاس. کنی کشویه. رقم های این سلاح ها رو نیست کردند. اگر دستگیر شوند هم یگان پای نیافته به یگان نتیجه هم نمیرسند. از پلیس ها چی خیلی خلاص شدی پیکاس؟ من همیشه یک نقشه دیگر هم دارم مینیک. با قریبی به تو یک هدیه عجیب هم میکنم. در حقیقت بسیار خوب. بسیار همکاری عالی جناب می شود. با تو بر این بیخدا این خیلی گپا میزی بر مینیک. با تو لعنت میخوانم. بابا الو الو کسی که باشه مرا گوش کن. آدم های دستگیر شدن. احتمال کلانامی تو رو میگویم. حالا میتونی که خاموش استی. چکلی که نباشد به قریبی با تو روبرو میخوریم. شما چند روی که نداشته باشید. 2 روی 10 روی 7 روی چگونه مخلوقی نباشد و میخوریم. چی شد؟ نجیب باز هم زنده مانده است. اینها در حقیقت کمک خیریه می بردند. خداوند راضی است که دست ما، اما برای گروه تروریستان. های بیشرفان، بیشرف. سیری سردار. انا بینید با این قدر مشقت زیاد به شما چیز روان کردیم. شما باشد حالا هم در خواب زمستان هستید. حیف است. حیف تا حال یگان عملیاتی لرزه آور نکردید. ما چی کار کنیم آقای مینی؟ از 4 طرف به ما حمله میکنند. اروپایی که به ما تعلیم داد او هم به ما پشت گردانده است. هوشیار باشید. به دستتان سلاح گرفته فریاد زنید که ما تا حال نمرده ایم. نابکار نشوید مادامی که پیشوا هستید مثل پیشوایان هستید. آیا ما و شما سوسیالیسم و کمونیسم را همین خیلی آموزانده بودیم؟ بیدار شوید. آدم های در کوبوده پریشان شدند. در تپه ها بوده ناچار
شما باز از کدام بیدار شوی سخن میکنید؟ تا ما تمام نکنیم یگان چیز تمام نمیشود. تا این دم در پستان بودیم، از این پس هم در پستان هستیم. شاید که روزهای خوب میگذرانید. تنها ما؟ احوال شما هم اونقدر خوب نیست؟ کارت به من نباشد سری. مرا خوب گوش کن. کمی به حرکت شما احتیاج داریم. تاکتیکای همه وقتی که کارها خوب نروند، بوی خون همه را خوب میکند. کمی مینه هم ماندم. 3-4 عسکر شهید شود، نباشد آنها سرقانون را با آسانی تغییر میدهند. اگر موفق شوند، وای بر حال ما. آنها نباید سرقانون را تغییر دهند. شما خلق را مجبور کنید که تغییرات را قبول نکنند. چه خیلی مجبور کنیم؟ آیا با آنها گوییم که انقلابچیان به محکمه کشیده میشوند؟ آیا گوییم که علیه کردان حکم کردند؟ یا اینکه گوییم که دادستانها را از وظیفه‌شان آزاد میکنند؟ با آنها گوییم که شخصان مخصوص در محکمه اسکران به سر سود جواب دادن را دوام میدهند؟ آیا گوییم که میخواسته حزب را محکم میکنند؟ این مراتب کارمان بسیار هم مشکل است. نقابمون افتیدا عیان و بیان میشویم. اگر آنها را مجبور کردن نتوانید، پس فتنه اندازی کنید. پس چه کار کنیم؟ نوروز هم گذشت، دیر کردید. من با آدم‌های شما گپ زنان میکنم. برای قبول نکردن سرقانون گرد و همایی تشکیل میکنم. فهمیدی؟ این سرقانون کردها را هیچ میشمارند. پروای آنها ندارند گفته آنها را به کوچه و خیابانها میبرارم. بعد از این شما میانه رو میشوید. یعنی شما چیزی که میگویی گفتنگیر همراه آدم‌های با قوت هست؟ یک چند روز پیش آن از کفر آمد. در اینجا پنهان شده است. این کار را به عهده او میسپاریم. نامش رو بسیار شنیدم. البته با او شناس میشوم. شما باشید از این فرصت استفاده برده در میدانهای دیگر باید مینه گذارید. لیکن عملیات‌های اساسی باید در مرکز شهر عملی شوند. در اینجا همه کار چطور شد گو؟ البته گفته شما را اجرا میکنیم، زیرا سرقانون ترکیه برای کردها امتیازی ندارد. اگر سرکمسریگید و حقی ثابت از این عملیات با خبر شوند، الان بعد میبینیم چی کار میکنید. حالا ایستید. جناب پیکاس، این نقشه ما برای به دست آوردن هدفهای ما خیلی مهم می باشد. لابای سوهر، مرا تیز ماده گرفتمت لازم. بخیر است؟ چی شد؟ بس کن سبالدهی را. نمیفهمی، زود بیا. با یکم که سخنم نکنه. یه ندار است. دار؟ و تو چی شد سوها؟ حالا در کجایی؟ در عمرانیه، در پارک تنتبی. زودتر میلش میایم. باز با یک آنجا نروی. پیکاس، یک کار برآمد. رفتنم لازم. پس اون گپ زنان میکنیم. میلش تو باز بازدید. دید. که یک دو پنانده با خدا 2 روز شده هیچ چیز نخوندم. دفشم از اینجا حرامی. 1 لیره ده یک کجا تیموز. 1 لیره. به تو گفتم دفشم از اینجا. جانت برایت هم 1 تن نمیدیم، پول ندارم. 1 لیره کجا. دفشم از اینجا. خدا توبه. از حال ایران یگان خبر است؟ شاید شد، کمی پیش زنگ زدم. خدا رحمتش کند. خداوند صبری جمیل دهد نجیب سردار. چی شد؟ ایران وفات کرده است. کمی پیش از بیمارخانه زنگ زدند. سردارم التجا با این بیشرفان درد التجا میکنم، باید او را لطف کنیم. التجا میکنم سردارم که ما آرام نمیگیرم تا او را لطف کنیم. برادران آرام شوید. آرام شوید همه. دوستمان شهید شد. به رحمت الهی پیوست. حالا دیوانگری کرده. او را از این رحمت الهی بی نصیب نمانید. چه که نباشد این حرامی ها از پنجره عدالت گریخته نمیتوانند. میفهمم همه غمگین میباشید، همه امازیق هستیم. این دنیا کسی را سیر نمیکند. یک مزه چشیدن دارد و خلاص. خوش به حال دوستمان که این دنیای 2 روزه را شیرین به آخر رساند.
او حالا از ما دعا میخواهد. خدا با عائله‌اش صبر عطا کند. ما هم وعده میدیم که عائله او رو تنها نمیگذاریم. نیازی اینجا را کشم. خوب شد. رفتیم. مینیک در اینجایم. سوها با تو چی شد؟ این چی حال است؟ در کتم تیر خوردم. زود به دکتر رفتن لازم. بسیار درد میکند. زودتر به یکم بیمارخانه میرویم. نه بیمارخانه نمیشود. به نزد حاضرال چی؟ نه پیسگار با خبر میشود. یگان کس نباید داند. حجت های من عیان شدند. مرا نابود میکنند. التماس به من یاری ده. خوب یگان کس با خبر نمیشود. لیکن چی بودن این کار رو به من خوب فهماندن لازم. نباشه چه خیلی یاریت کنم. با کسی نمیگویی؟ البته که نمیگویم. وعده میدی؟ بله وعده میدیم. آدمی که پیش با او همکار میکردیم به نزد دخترم آمد. در دستش علیه من بسیار هم حجتهای مهمی هست. مثلا چی؟ خانه دانشجویان. ایوا باید پیسگار این رو داند. سوها مینی وعده دادی وعده. یگان کس نداند اصلا. نباشد مرا زنده نمیمانند. تنها تو با من فهمیدی؟ نگران نباش. من انسانی با فراست و خوب بوده پنهان کردن سر رو میدانم. آیا من رو نمیدانی؟ گوش کن پیسگار نباید فهمد. میلش حل میکنیم. حالا بیا نزد حاضرال رویم. یارت رو یک بینن. میلش اگر پرسد یگان بهانه میکنیم اما دیگر به یگان کس خبر نمیدیم. فهمو؟ میلش خیز میرم. 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بارباد انتظار است. فریاد دل بهرام غفوری. این منم گرفتارت بر پری چهره بگو پرده زیروش بردارم. آمدی خوش آمدی ای جانی من. از مغازه ها پرسان شدید. احمد نیازی سردارم در کجاست؟ در استینتاق. بخیر است؟ کی رو آوردید؟ یک نفر از عملیات آن ماشین. خیر از درونش پفک برآمد. این آدمای سیلابد است با ما بازی کردن. نخود اورهان را پراندن. او مرد. شهید شد. تو چی ها میگویی نیازی؟ با خدا که همین خیلی سرکمیسر. همه در تعجب افتادند. شما را کی روان کرد؟ گپ زنید. من هیچ چیز رو نمیدانم. سلاح را با شما کی داد؟ از کجا میدانستید که ما اون ماشین را نگاه میداریم؟ نمیدانستم، تصادفاً ایستادم. میلش بسیار خوب. معلوم که سخن نمیکنید. هیچ چیزی رو نمیدانم. بسیار خوب. حالا این درو شده همه رو به اینجا جک میزن. در آنجا 10 مامورانی که دوستشان در آنجا مرده است عصبانی ایستادند. آنها عصبانی هستند. آیا میدانی وقتی که تو رو به دستشون دیم چیکار میکنند؟ سرات رو بریده فوتبال میکنند. تو این رو میخوایی؟ معلش رفیقان یک بار نگاه کنید. این آدم رو گرفته هر کاری که میخواید کردن گرید. ما حل نمیکنیم. تو باید حل کنی این کار رو. کو با ما فهمون. ما را پیکاس روان کرد. سیلا را با واسطه دیگر ماشین روان کرد. سلاح ها را کجا کردید؟ نمیدانم. پس در کجا استفاده میکنند آنها را؟ اینش رو هم نمیدانم. راستش را بگو. در حقیقت نمیدانم. یکان چیز را ندیدی؟ نشونیدی؟ سلاح را با کی روان میکردن؟ قسم میخورم که نمیدانم. چیزی که امر دادن اون رو به جا آوردیم.
наҷиб сардор коре карда суроғи он силоҳҳоро ёфтан лозим. бовар кунед аз ҳафташ ин кор шӯхӣ надорад. бё сардорам, як дақиқа мумкин шуморо? як гапамон ҳаст. фаврист. бо иҷозаи шумо оғои додистон. майла, шумо аз пеи коратон шавед наҷиб сардор. рафиқ сардор, хабари дода беасос будааст. дар ҳақиқат беасос нест. аз куҷое ба онҳо хабар доданд? онҳо барои мо чоҳ тайёр карданд. худоё парвардигоро. ва ту кӣ гуфта буд? сардорам, раъно дар бог бояд ба он шахс во мехӯрд, аммо шахсони дигар ҳам пайдо шуданд. дар торикӣ надидам, лекин захмияш кардам. раъноро куштанӣ буд. кӣ мекушт? хабаррасон? не, ӯ не, дар он ҷо каси дигар ҳам будааст. аз хабаррасон дар куҷост? ба гумонам тарсида гурехтааст. иншоаллоҳ боз занг мезанад сардорам. дар дасташ ҳуҷҷатҳои муҳим буданд. саломат шав. яраат он қадар вазнӣ нест. дороҳои гуфтамро гир. майлаш. шахси парондагиро надидӣ? вақте ки аз хона мебаромадам ногаҳон аз пешам як мошин баромад. силоҳро ки дидам тез худамро ба замин партофтам. соҳаҷон азизам, туро бояд зери ҳимоя қарор диҳем. ин хел намешавад. ман ба амният боварӣ надорам ва ту бояд ягон одами писагорро диҳем. миник рост мегӯяд. ба ту як муҳофиз диҳем. саломат бошӣ соҳа. баробари шунидан омадам. заҳмат кашидед ҷаноб. дар назди хонаат силоҳ ба дастон ба ту ҳамла карданд? худоро шукр не ҷонакам, худаш ҳушёрӣ кардааст. дарҳол худашро ба замин партофтааст. аҷабо, чӣ мехостанд? намедонам ҷаноб. мо қарор додем ки ба соҳаҷон як муҳофиз диҳем. бисёр қарори хуб додед. албатта ки диҳем. додситонамон дар ин рӯзҳо барои мо бисёр ҳам арзиши баланд дорад. ҳар коре ки лозим ояд кардан дар кор. пас ту нимишоб дар боғ чӣ кор мекардӣ? ман бояд бо он шахс дар боғ во мехӯрдам. худоя тавба. агар мемнун намеомад чӣ? худо нишон надиҳад агар ба ту ягон ҳодиса рух медод чӣ? он одами силоҳ ба даст кӣ буд? гапро нагурезон мемду. агар хабаррасон як бори дигар занг занад маро хабар диҳед. ту бошӣ раъно, як бори дигар бо ман мисли рӯзноманигорон бозӣ накун. бори дигар хотиратро намебинам. инро дониста гир. фаҳмидам. мемдудро ба хона мебарад. ягон хабар ки шуд маро огоҳ кунед. чӣ истодаед? сардорам, маро ҷеғ задед. аз ин пас 24 соат бо оғои соҳа якҷоя мешавӣ. ӯ ба куҷое ки равад, ту ҳам дар ҳамон ҷо бояд бошӣ. итоат сардорам. лозим набуд ҷаноб. чӣ лозим набуд? ту ҷонаки мо мебошӣ, ҷону ҷигарамон мебошӣ. ҷамъияти мо дар ин рӯзҳои вазнин ба мисли ту бар ин додситону зираку доно эҳтиёҷ дорад. чӣ лозим нест? ба ӯ лозим набудааст. ҳей 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 ҳей. ту ба хонаят рафта нағзакак истироҳат кун соҳа. итоат ҷаноб. аз афташ маълум ки соҳа ба ман бемуҳаббат дурӯғ мегӯяд.
کنیمینی جون تو حقیقت حال را با من فهمان. باید چخیل شود. او ما رو فوش کرد میفهمی. کسی حجت‌های عاید خانه دانشجویان را به او نشان داد. او باشد مثل شمع آب شد. او را زیر فشار قرار داده است. آن آدم این حجت‌ها را باید به دخترش رعنا دهد. در این موضوع چی پیشنهاد کردنی هستی؟ جناب، کارش هم معلوم، جزایش هم معلوم. تا حال کدام شخصی عیان شده زنده مانده است که سو هم زنده ماند. ما باید عادلانه و صادقانه عمل کنیم. بخشیدن نابکاران باز خطاهای آنها را دوچند میکند. پرانده نابود میکنیم او را. آیا درمان دیگر دادستان نیست مگر؟ پیکاس را به این کار عهده‌دار کنید. بعد یک ماشین مثل ماشین یاری بشردوستانه به انبار آمد. پیکاس و کایامینی که احمق در آنجا بودند. سلاح‌ها برای گذراندن عملیات بوده است. احمق‌ها اول با کردها در کوچه‌های خیابان‌ها جمع آمده گرد همایی میکنند. بعداً همه جا را پر از خون میکنند. بله همین طور جان. بله. سحر کاری اولمون همین میشود. وقتم نزدیک شد. اما اول باید کار سیویلای را تمام کنیم. خیری تو این عکس ها را به نجی سردار روان کن. آن طرفش را خودش حل میکند. خوب شد است جان. اون نام پیکاس را با ما داد. و فکر شما این کافی است آقای دادستان؟ باور ندارم که در محکمه این سخنهایش را تکرار کند. اگر گوید هم دلیل‌های قناعت کننده لازم است. عجبا سلاح را در کجا استفاده میکن؟ سوءقصد یا حمله خدا میدان. اینش نمیرسید. چی شد نجیب سردار؟ یا سردارم از پرس و پاسی و یگان نتیجه برآمد. گپ نزد. یگان چیز رو نفهمم. سردارم اگر خواهید باز من او را زیر سوال قرار دهم. لازم نیست. وقت آخر بسیار مانده شده ای. به خانه رفته استراحت کن. سردارم از من یگان کارو مخفی نمیکنید همین خیلی نه؟ اینش باز چی گپ سیویلای؟ تو در اینجا آدمی باوری ناک میباشی. در تو شوق کار کردن است باور کن. غیر از این معلوماتی تو برای ما اعتمادناک هستن. همین خیلی؟ همین خیلی سردارم. در روزهای اولی کاریت کمی نافهمی شد. روزهای وزنی رو میگذرانیدیم. مرا میبخشی خطای من بود. تو رو اونقدر خوب نمیشناختم. اما اکنون بسیار خوب میباشد. همین خیلی مگر؟ البته سردارم چیزی که شما گویید. بسیار خوب شاد شدم. اکنون رفته استراحت کن. در پیشکارهای مشکل تو رو منتظر است. باید دم گیری. با شما شبی خوش خواهانم. تو حالا با صابونی من جامعه نشسته ای؟ تا حال فکر میکند که من در غفلت هستم. شما با کی گپ میزنید؟ آقای دادستان، به شما باید یک چیز رو نشان دهم. مرحمت. ما انتظار کی هستیم؟ کنی یا بیت انتظار کی هستیم؟ اکای من درو نمگه. بله متاسفم را.
یک سحر دیر نکند نمی شود. لبای آخر باید تنها می آمدی دیشب. مرا فریب کردی. آن آدم ها کیا بودند؟ قریب مرا می کشتند. ها اونها. یک دقیقه صبر کن. با کجا رانو؟ حاضر می‌آیم اپا جان. چی شد؟ با گمانم که مرا خیلی یاد کرده ای. چرا تو همه وقت دیر میکنی؟ تو گذر من حاضر می‌آیم. صبح بخیر بفهمم. حادثه های دیشب با من یگان علاقه نداشتند. من از چیزی خبر نداشتم. گوش کن، من هم مثل تو زیر خطر بودم. آخر با من باور کن. مثل من زیر خطر می باشی؟ مرا مسخره میکنی ها؟ کی بودن مرا فهمم جسد مرا از قوطی پرده ها میابی. در خطر بوده است. گوش کن، قسم میخورم که من شخصی باوری نکم. التماس اون حجت ها رو به من ده. گوش کن، دیگر کسی را باور نمیکنم. یگان کس را. یک تو را باور کرده بودم. در اولی کارم تو مرا فروختی. به خدا من تو رو نفروختم. اینقدر با هیجان با کی سخن کرده ایستاده است؟ باز با شکار مشغول است. حاضر میآید. با تو وعده میدهم که دیگر تکرار نمیشود. التماس بیا بخوریم. اون حجت ها رو به من ده. دیگر با تو نمیخورم. یک نسخه حجت ها را در دفتری تو ماندم. از تگ درت پرداختم. چی گفتی؟ باقی مانده کاری خودت. اگر جدی بودنت را باور کنم اصلش را هم میارم. در این سحری بر وقت با کی این خیلی گپ زدی؟ هیچ، کاری خودم. با یوسف یک کار داریم. بیاشین چای می نوشیم. نه اپا جان، یک کاری ضرور برآمد. باید روم. با شکمی گرسنه با کجا میروی رانوشین؟ یگان چیز خوب. با کجا میروی؟ من تو رو میبرم. با صحبت کرده میرویم. نه تشکر، زحمت نکش. من خودم میروم. تو با شکار کردنی هستی اما خیر میلش. خدای تو با چی ها میگوی دکای نجیب. با من اجازت. اشتیایی تو میلش با تو بریم. کجا میروی؟ تو رو تنها نگذار. باز به سرش یگان بلای دیگر نآید. گپ را گوش نمیکند. من هم حیران شدم سردارم. میلش من میروم. من هم در امنیت کار دارم. بخیر است. چی شد سردارم؟ این چیست؟ شده بین. او بایه. گویا رسم را ندیده. چه خیلی رسم سردارم؟ آفرین آدم شایی. میلش من میروم. یگان چیز نخورده؟ خیر تو بازدید. بعد میلش سلامت باشید. خیر. پیسگار یگان چیز را نمیداند نمیخلی؟ نمیداند. و من باور نمیکنی؟ این را گفتنی نبودم. مرا برای چی جیغ زدی؟ برای خوراکخوری؟ گیر یک بار بین. این آدم کیست؟ ودت، آدمی که در خانه دانشجویان او را استفاده میکردیم. باید در خانه ها سلاح مانده به عملیات های ما یاری میرساند. بعد چی شد؟ بعد خودش را خفا کشید. میلیون ها پول را رد کرد. او را همراه آیله‌اش تهدید کردیم اما سودی نکرد. در دستی او حجت ها آیدی من است. اگر عیان شود من مردم. این آدم باید مرد. این کار را چه خیل میکنی؟ من از برای این کار تو را دعوت کردم. این کار را کرده میتوانی؟ من؟ بله، برای تو این کار آسان است. من یاری میدهی؟ حتما استادم. ما رفیقان این دعوا همراه می باشیم. اگر به تو یاری ندهم پس به کی یاری میدهم؟
فرض کن که این کار تمام شده است. به تو باور میکنم از تو انتظار خبرهای خوشم. تو در خانه منتظر سخن باش سوها. دیگر فکر نکن. من رفتم. خیر تا باشید. biz solagil istiqloliyati cumhuri Tojikistan muborak do'ston aziz mu shuma ro dar koki hormat intizor. Ana, انبار در اینجاست. سلاح‌ها رو به اینجا آوردند. در داخل آدم بسیار بود. تقریبا 10 نفر بودند. بسیار خوب، برابر بودیم. 5 نفری تقسیم میکنیم. شما راضی باشید، من هم راضی اکا. من از پیش میرم اصحابی، تو از خفا بیا. مایلش. بعد تربارون میکنیم من سرکمیسر. مهمون دوره. این کی است خیری؟ به فکرم آنها. بین خودشون آنها میگفتند. از کجا دونم؟ خیری احمق، این رمزی نامی زن میباشد. این رمز از میفهمی. خدا تو را جزای خیر دهد. عجیب، این کی باشه؟ بیشترش رفته پرسیدن لازم. خوش آمده آنها. خوش باشید. اصلیه همین است؟ بله، دیروز گرفتیم. اگر عملیاتی میخواستشون را انجام دهیم باز بسیارتر میدهند. چقدر؟ وابسته به ماست 2000 کلاشنیکوف میگیریم. باز دیگر خیلی لوازمات ها، تیر، تفنگ، راکت، بمب، یعنی هر چیزی که بخواهیم. بسیار خوب. احوال آدم‌های در کوه بوده بسیار بد است. از اروپا، سوریه، ایران، از همه جا یاری را قطع کردند. آدم‌ها تشنه گرسنه. پول هم طلب کنید. آنها رو کجا موندی؟ صبح بخیر اپا. صبح بخیرت رو موند. کجا هستن اونها؟ چی در کجاست اپا؟ مکتوب ها، کاغذ ها، همه حجت‌هایی که به ما می آیند. مثل همیشه جمع کرده در بالای میزت ماندم. انا جفتم. اپا در اینجا چیست؟ پدرم. پدرت؟ در آخر حجت ها را گرفتی ها؟ آچه جان، آچه جان. برادر یک نگاه کن، یک سراغه رو میکابم. من در اینجا مسافرم. دور شو از اینجا. چیکار سراغه؟ مایلش برادر. فهمیدم شما در اینجا بیگانه ها را ناز نمیبینید. در شو از اینجا را باز جانت رو نگیرم. مایلش تو عصبی نشو. من حاضر از آنجا آمدم. من به کوه قندیل میروم. از اینجا راهی برآمد نیست مگر. تو چه ها میگویی؟ در کوه قندیل چیکار داری؟ رفیقانم گفتن که میگن که امسال میگن که خرس و خوب زیاد شده است. من باشم رفته یک دو تا شکار کنم میگویم. ها باز یک وادی بوده است. بی خانم داشته. مرا گوش کن. بله ثابت، برادران پیش را به دارالبخار روان کردم، اما آنها به جهنم سفر کردند. مایلش مایلش. چی گفت هستی؟ پراکنده شوید. کنی به هر طرف پراکنده شوید. زودتر زودتر. این زن کجا شد؟ با فیلم گولی بچه ایست من خونه میبینم. راگر سرده راگر با این حجت ها پدرم یک عمر در محبس میماند.
و آن کارهایی که نسبت به تو و یگید کرده است به او فایده نمیارن ممدو. رانو تو باوری داری؟ باوری دارم؟ البته. گوش کن. شخصانی به این گروه در آمده بعداً فوش شدن. میدونه که به سر آنها چه حادثه ها آمده است. چی گفتم میخوایی؟ پدرت را زنده نمیمانند. تو چی گفتم میخوایی ممدو؟ هر دویمان او را ناز نمیبینی فهمو. حتی من نفرت دارم. اگر این حجت ها را در حال انتشار کنی ارکن کاندو ایان شده پدرت را میکشند. حالدوم را فکر کن. نوهنگشته را، فیفی را. عاقبتشان مرگ بود. نباشد چی کار کنیم؟ حادثه را به نجیب سردار خبر دهیم. شاید اول با پدرت گپ زنیم. حادثه را میفهمونیم. دیگر برای او جای گریز نیست. نمیدونم شاید همکاری میکند. یگان کار کرده او را زیر حمایه قرار میدهیم. راست میگویی. اگر سخن ما را قبول کند برای وطن خیری کلان میشود. لیکن اگر نگوید حوالش به خدا. بله سیری، کو به من مفصل گپ زن. اسرار این سلاح‌ها در چیست؟ کدام سلاح‌ها؟ سلاح‌هایی که ارکن کاندی به شما داده است سیری. شما وابسته این آدم‌ها نیستید مگر؟ هم در کوه و پشت عسکران ما را میکشید، هم در شهرها خون میریزانید. سیری این سلاح‌هایتان را میپرسم. سیری سلاح‌هایتان در چیست؟ ما شاهین‌هایی میباشیم که برای آزادی خلق کرد مبارزه میبریم. در این راه عسکران را نصب میکنیم. با یرکن کاندو و کدام گروه دیگری که نباشد همکاری میکنیم. این عملها ضد قانون انقلابی ما نیست. ما را گوش کن. اندک پس معلوم می شود که تو شاهین هستی یا اینکه لاشخور. گپ زن. ما برای خلقمون می جنگیم. همین خلگوی؟ برای خلق را کشتن همین طور مواد مخدر، سلاح، راهزنی همه این کار را میکنید. ای برای این کارتان شما در نزد خلق و وطن جواب خواهد گفت سری. مرا گوش کن. گپ میزنی یا نه؟ ما رو بیهوده مانده نکن. من یگان چیز را نمیدانم. زنجیر رو بیارم؟ نه خیری حاضر برای ما یگان چیز نیار. در این مسئله خیری تجربه کافی دار. همین طور نه خیری؟ با زنجیر منجیر نمیشود. حالا من اره و ترمه در آتش بوده رو میارم. آخرین راننده موعدت است. اکنون فهمیدم که به پلیس کی خبر داده است. کاری سوها هم عیان شده؟ گوش کنه جناب. همچون یک برادری که 50 سال خود را در فعالیتی به دست آوردن دولت صرف کرده است، این را گفتنیم که برای بقای گروه همون هر شخصی که عیان شود در حال او را نابود کردن در کار. او را به دنیای دیگر روان کردن شرط و ضرور است. البته امروز امنیت از پس ارکان کاندو شده باشد. داستانهای ما عیان است که مثل توتی همه سیر و اسرار ما را یک به یک گفته میدهند. آیا نه انگشته مثل بلبل همه را به داستانها نقل نکرد؟ خزینه‌چی محترم دختری کبوتر ملکه با 100 هوس او را تربیه کرده خدای جنگ اتنا آیا همه را نقل نکرد؟ این حادثه ها آن را نشان میدهند که بسیاری از رفیقانمون زیر فشار مانده خود را گم میکنند. در وقتش پلیس آدمهای ما را دستگیر کرده. تگی پایشان را با الماس میبرید. در بالای نمک راه میگردند. لیکن آنها قایل نمیشدند. ای جناب، کجا شدن اون مردان انقلابچی که در این را سر میدادند و سر نه؟ کجا شدن اون مردان شهید انقلابچی؟ آنها را میگفتیم که راه یگانه راه انقلاب است. دیگر کسی مانع آنها نمیشد. این مردها پیشرفت ملت بودند. خودتان را صمیمانه نشان داده
و خودتون باور کنید باقی ماندهش آسان است. برای آنها فرق نداشت که در این راه جانشان را قربان میکردند. بعضیشان خودشان را در این راه آنقدر داده بودند که مجبور شدیم که 3-4 نفری آنها را به دار آویزیم. دوستان عزیز، حالا در یک مورد ناخوش قرار داریم. به چه روزهای رسیده ایم؟ با وحدت راننده که پسترین ما می باشد انقلاب کرده می شود. این شخص را در حال کشتن در کار تا اینکه دیگرها فهمند که جزای این گونه کارها مرگ است. دیکس مسئله سهراتا حل میکنیم. باز یک کاری دیگر هم علاوه شد. مرده وحدت را به نزدتان میارم جناب، نگران نباشید. با اجازت شما روم. الو آرهان، مرا خوب گوش کن. دادستان سوها را میدانی. سراغش را شیر بچه ها گیرید. مینه سرش را براره تا کمی راحت کند. بسیار معلومات ها را میداند. آنها را فاش نکرده را به دیگر دنیا فرستید. خودی امروز حتی حاضر. با خدا سردارم گفتیم که اول با شما مصلحت کنیم. شاید پدرم این مصلحت را قبول کنند، وگرنه حیاتشان زیر خطر می شود. آن آدم ها او را زنده نمی گذارند. خوب فکر کردید، اما نمیدانم که باوری ندارم که آقای سوها قبول کند. تو چی فکر داری سیویلای؟ شما خوبتر میدانید سردارم. مالش رفته گپ زنید. خط گرفته او رو به اینجا آرید. از دستم چیزی که آید تیارم. تشکر رفیق سردار. من یک زنگ زده فهمم پرسم که او در کجاست. به فکرم کار را حل کرده است. رانا بوده است. الو؟ الو، پدر در کجایید؟ با شما فورا گپ زدنم لازم. چه خیلی کاری فوری بوده است. پدر مرا نغزکت گوش کنید. دیگر چاره ندارید. حجتو در دستی من. چه خیلی حجتو؟ باز سر کردی؟ خودتون نغز میدارید کدام حجتو. بیهوده وقتمون رو صرف نکنیم. در کجایید؟ باید حتما بخوریم. در خانم. بیا. میلش حاضر می آیم. تا حال چقدر حجت میگوید؟ امروی میم دو روید. با دقت باشید. نگران نباشید سردارم. سلامت باشید. میبینی سیویلای، یک دادستان کلان دولت کار و بارش را مانده با کارهای ناشایسته مشغول است. در حقیقت هم کاری بد سردارم. این خیلی نوبکاران وقتی که در دولت کار میکنند و دست به کارهای ناشایسته میزنند مرا دیوانه میکنند. مرا هم. میتونی چی؟ به فکر من این خیلی آدم ها در همه طبقه های دولت وجود دارند. حتی میترسم که در مسلک ما هم می باشند این گونه آدم ها. متاسفانه آن آدم ها رو یک دستگیر کرده همه‌شان را به حبس می اندازیم. نگران نباشید سردارم. تازگی را به قریبی سر کردن در کار. میدونی که چی گفتن؟ اگر همه پیش در خانه‌اش را تازه کند دنیا همه تاب تازه می شود. بعضا حرامی های پیش چشممون را فراموش می کنیم. سردارم اجازه دهید من روم، کمی کار دارم. باید به مادرم زنگ زنم. بخشش تو را مشغول کردم. زنگ زن. باز کم پیر نگران نشود. عاطف
از محکمه اجازت گوش کردن تلفن های سویلای آمد؟ آگاهی بر وقت آمد سردارم. که ها سر کردم ولی تا حال یگان چیز نیست. حاضر می شود. آرام شو. نه با کسی زن صدا رو با بیرون ده. من سویلای رانو و ممدو خانه سوها رفتم. سوها فوش شده است. در دست رانو حجت ها می باشد. وقتی کمک مانده است. همین خیلی. من کایها یک آدم را روان کردم. مسئله را حل میکند. باید زود عمل کرد. مالا سویلای تشکر. اگر یگان گپ شد من زود خبر میدهم. حالا خاموش میکنم. نجیب سردار با من عجیب سخن کردن رو سر کرده است. مایلش با دقت باش. سردارم این سویلای خانم را ببینید. سخنهایش را ثبت کردی؟ ثبت کردم سردارم. مرا گوش کن. این کار را یگان کس نمیداند. تنها آقای دادستان من و تو ها باز ممدو. دانسته گیر هرگز به یگان کس سخن نکن. اما پیکس یگان چیز را نفهمید سردارم. در تلفن با دقت باش. سویلای به دست افتاد. حجتش را پنهان کن. لازم شود از تو میخواهم. فهمیدم مالش به تو برای تشکر. خیری کافتا یک کالتا کلاسی تیز را افتی مگر خیلی چیکار کنم سرکمیسر درست میگویی از این کالتا کلاسی تازه و خوبش را از کجا یابم گوشاده ها ندارم باز یک خیلت دیگر بیارم سردار حق به جانب شما مایلش گوشاده ها ندارم دندانش پسیده است سحر نصف روزی بعدی خوراک شستن در کار حرامی بتمیز نباشد دندانهای پوسیده را دکتری دندانکار انا همین خیلی میکند انا بین جانت میبره کو یک طرف استید گپ بزنی ها گپ بزنی میگویم یا نه من چی میخواهید نمیفهمم سردارم شما دندان سیاهش رو کندید من پوسیده یا که خوبش را نگاه نمیکنم هرچی که پیش آمد کندم میگیرم من باز گمان کردم که شما دندانهای پوسیده‌اش رو میکنید اگر دندانهای پوسیده رو کندنی باشه خوبش سرش رو کنید سر پوسیده‌اش رو نخند خیری نخند ما کاری جدی میکنیم میفهمی سر و لباسم پر از خون شد آن را عوض کردم در کار این کرته را نو خریده بودم ایگه تو از من یک کرته قرضدار شده ای دهانت را کشا ممدو مرا خوب گوش کن وقتی که رفتید با دقت شوید پیکس از حادثه سوها با خبر است آدمهایش رو روان کرده است سوها را قصد کشتن دارم روان میکنم نیازه را روان میکنم مایلش سردارم آقای نجیب چی میگوید؟ چی میگوید؟ گفت که برام دقت ده لبای سردار ما رو جیغ زدید؟ نیازی در حال 2-3 کس را گیرو به خانه دادستان سوها روید ممدو در آنجا می باشد تستر شوید تستر هر چی تستر اطاعت سردار من با آقای زکی یحیی زنگ زده و میخورم الو آقای دادستان تو برای چه در اینجایی؟ تو از کجا آمدی؟ پدر گپ زدنمون لازم این آدم به خانه من نمی درآید این آدم برای نجات شما در اینجاست خودش را احتیاط کند مرا نجات می داده است پدر یک دقیقه پدر بیست سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارکی دوستانه است مو شما را روزی 17 و 18 سپتامبر انتظار همه شما را دوست مدارم همسادای دلی ما و شما
سرکمیسر دیگر یگان دندان برای کندن نماند. ای بلازانه یگان گپ میشود مگر؟ راست میگویید هیچ گپ نمیشود. گابزان آن سلاح‌ها را باید کجا میبردید؟ ایستن نفهمانم. ایستن نه تو انیق دروغ میگویی. دروغ میگویی. باز هم دروغ میگویی. سرکانون این رو بینم. دندانش رو که کندیم عقلش در آمدگیست. بیهوش شد کو. برای رفرندوم گیردی همایی کرده همه را زیر خون میکنند. این رو بینیده همه جا را پر از خون میکردن اما اکنون نمیشود. آفرین. التجا میکنم مرا رها کنید. اجازه دهید زندگی کنم. وای زنی گرفتگی کی بود؟ اساس از او ترسید. زنی مشهور میباشد. خودش تنها مثل 10 مرد است. او بسیار ترسون. باز شما خود رو مرد میسومید. ای خدا جزایتان را دهد. بسیار لخیدی. دهانت را کشا. آقای سوها یگان مشکلات است؟ تو خودت کی هستی؟ من با پدرم گپ میزنم. یگان چیز نیست ما را تنها گذارید. بیایید. پدر امروز حجتان رو به من دادند. حالا همش در امنیت است. با نجیب سردار گپ زدم. اگر خواهید به شما یاری میدهند پدر زیر حمایه میگیرند. چخیل حجتها را نه کدام حجتها را میگویی؟ پدر گوش کنید دیگر چاره ندارید. رفته به همش اقرار شوید. شما رو زیر حمایه میگیرند وگرنه آنها آمده شما رو میکشند. همش تهمت دروغ. من یگان چیزی پنهان ندارم. چخیل امنیت چخیل پنهان رفته فهمونم. مرا از حقوق دست ندهید. گوش کنید جناب دادستان دیگر جای گریز نیست. همش معلوم است. همه کارهای ناشایسته که دیگر آدم‌ها رو وظیفه‌دار کردید و حجت‌های قلبخی تیار کردید اکنون افشا شده است. اگر خواهید از سلاح‌ها و بمب‌هایی که در دریای عمرلی پرتافته‌اید سر کنیم. تو چی میگویی؟ تو با من چخیل سخن میکنی؟ گوش کن حاضر تو را مثل حشرات زیر میکنم. آدم شما آمده میگفت که این سلاح‌ها را گویا دادستان زکی یحیی و نجیب سردار به دریا پرداختند. بعد امنیت ادعا میکرد که اینها آدم‌های ارگنکاندو بوده آنها را از وظیفه‌هاشون آزاد میکردند. با این طریق تمام سلاح و جهازهایتان را حفظ میکنید. اینها هم دروغ؟ البته دروغ. پدر اون حجت‌ها وجود دارند. آدم‌هایتان با این افاده‌ها اول نجیب سردار را بعداً دادستان زکی یحیی را دستگیر میکردند. در این سخن‌هایم یگان خداگی هست؟ حقوقچه کلان و دادستانی والا مقام جناب سوهر برآمده از خانه‌ام روید. این خیل آدم هم نیست. حجت‌های گفته‌تان هم نیست. همه‌اش سخن بافته. بعداً در خانه‌های یک گروه آدم‌های دیندار مواد مخدر سلاح و دیگر لوازمات مانده همکاری آنها را با دیگر کارمندان مقامات نشان می‌دهید. در نتیجه جنگ و جنجال در مقامات بستنی حزب‌ها اینها هم دروغند مگر؟ در اینجا کار میکنی؟ آرام شو. کار سوها رو تمام کردنیم. سوها رو برای چی؟ بسیگارین را خواست. یک دقیقه ایستید. دخترش و دو چواندهش در درونند. خیر چیکار کنیم؟ آنها رو هم نیست میکنیم. هر دویتان برای این تهمت جواب میدید. به شما میگویم پدر اون حجت‌ها موجودند. چه خیلی تهمت برای چی نمیفهمید؟ حیاتتون زیر خطر است آخر. یک دقیقه ایستید. چی شد؟ محافظ این آدم ها رو میشناسی؟ نه. آدم های پیکسند. در حال از خانم برآمده روید هر دویتان. یک بار گپ را گوش کن. نمیفهمی آنها برای کشتن تو آمدند. تو را برای خیانت به وطن، برای همراه شدن با گروه تروری ارگنکاندو، برای فتنه و اغوا انداختن علیه یکدیگر شوراندن مردم با اختلاف به خونریزی کشیدن آدمان و باز برای چند عملهای وحشیانه تو را به قتل محکوم میکنیم. حکم قتل اجرا شود. خواهش آخرین داری؟
یک دقیقه ایستید. خواهشات رد کرده شد. نکنید. التماس میکنم. التجا میکنم نکنید. اکنون چیکار میکنید؟ پلیس خبر ده به اینجا آیند، سلاح‌ها را گیرند، کارهای لازمه را ترک کنند. اکنون آن گفتنی زن را باید یابیم. اکنون میرویم بچه ها. آنها برای حفظ کردن من اینجایند. گمان داری؟ حالا مرا نغز گوش کن. نیازی در راه میباشد. آمده ایستادند. تا آمدن آنها با آن آدم‌ها یگان گپ نگوید. اکنون چیکار میکنیم؟ آدم‌ها رو به درون رنا تو در اینجا پنهان شو. شما جناب سوهاگویا یگان حادثه رخ نداده است. رفته در را کشاید. با دقت باش ممدو. نمیکشویم، با فکرم فهمیدم. دور شو از اینجا. آنها چیکار میکنند؟ یک ساعت شد که با تو چی رو فهمونده ایستادم. کایا میگی که احمق، معلوم که مرا فروخته است. زودتر خیز این طرف گذر. من سویلای رано و ممدو خانه سوها رفتند. سوها فوش شده است. در دست رано حجت ها می باشند. وقتی کمک مونده است. همین خیر. من کایها یک آدم را روان کردم. مسئله را حل میکند. باید زود عمل کرد. مالا سویلای تشکر. اگر یگان گپ شد من زود خبر میدهم. حالا خاموش میکنم. نجیب با من عجایب سخن کردن رو سر کرده است. اما این چیزای اون است. چیزی که در کار است کنند نجیب سردار. سویلای فرمان پیکاس را اجرا میکند. این علاقه معلوم است. یگان کس خبردار نشده این کار را حل کنیم. دیگر ضرر ندهند. رنا در جهتی است. هرگز نبرو. تا سوها رو نکشیم از اینجا نمیرویم. پس میبینیم کی را میکشد. من پلیس هستم. سلاحایتان را پرتایید. دادستان یا که پلیس برای ما فرقش نیست. میبینیم. سویلای لبای سردارم. یک دقیقه مرا نگاه کن. با تو گپی مهم دارم. چی گپ شده سردارم؟ اینجا که آمده میفهمی. سلاحات را پرتو. سویلای سلاحات را پرتو. من به حبس در آمدنی نیستم. تو سلاحات را پرتو. برای من فرقش نیست. لیکن تو زن و فرزند داری. فکری آنها رو کن. صدای سلاح می آید. برادران با دقت باشید. مایلش. پلیس تسلیم شوه. از اینجا که خلاص شدم با دستان خودم تو رو میکشم. اکنون گپ نزنیم. رانا در اون حجت چی بود؟ وقتی که میفهموندم باید گوش میکردید.
رفتیم میرویم. سویلای اخلاق رو بسرت گیر. خطای کلان میکنی. زودتر سلاحت رو مان. سویلای با تو میگویم نمیشنوی مگر. زودتر به من جواب ده. جواب میخواهید؟ انا جوابم. سویلای گوریخ در دستش سلاح بود. انا در کجا بودید؟ مندو با این جوه در اینجاست. مندو خیزت پدر خیزت. با این طرف بزنید. رانو رو گرده سلاحات رو پرتو. سلاحات رو پرتو نباشد رو میکشن. سردی ابله او را دستگیر کنید. اجازتی بر اومدنش ندید. بپرانم. کار تا همینجا بوده. سویلای سلاحات را پرتو. تسلیم شو. سویلای آیسته سلاحات رو مان. با تو ضرر نمیدیم. تسلیم عدالت شو. دیگر برای تو راه گریز نیست. چی شد سرکمیسر؟ رانو و دوتسیتون سوها در دستشون. حالا رزت رو میبینی ابله. سرده موی سرم رو سرده. دمت رو گیر. نوبتی تو هم می آید. در کار شود اگر جسدی مرا براره داد اینجا. اصلا فکر نکنید که اینها رو سلامت میابید. همه اتون رو میکشم. مرا شنیدید؟ همه اتون را. وای مویم. سویلای برای نجات تو هر کاری که باشد میکنیم. تو رو حمایه میکنیم. کسی از این کار خبردار نمیشود که تو با اونها همکاری کردی. التماس به من باور کن. من وعده که دادم وفا میکنم. کسی که باشد هم در وعده هم میستم. کنی سلاحت رو مان. مرا زنده نمیمونم نجیب سردار. روزی که به محبس درویم مرا میکشم. از همه خوبش این کارو با اونها نگذارم. گوش کن. یک خطا کردی. خطای کلان. اما هممون میتونستیم این خطا رو کنیم. تو رو فریب کردن سویلای. اگر خواهی همه معلومات های دانستت رو فهم. آنها رو خودمو به درون میدراریم. برای نجات تو این فرصتی میباشد. عقلت رو استفاده کن. تمام. آیا این خیل فرصت می شود سردارم؟ البته که می شود. برای چی نشود؟ کسانی که توبه کنند گناهشان رو می بخشند. کسی که نباشد چی کاری که کرده باشد نزدیک نشوید سردارم. گوش کن. اگر معلومات های دانستت را با ما فهموندی در چقوری هم که باشی تو رو می براریم. همش در دست توست. سنگ را طلا می توانی کنی. سویلای سلاحت رو مان. اکنون دیر شد سردارم. سویلای ایست. التماس میکنم. برای من راهی دیگر نیست. غمگینم.
рӯзҳои 17-18 сентябр студияи ҳамсадо беҳтарин шоу барномаро бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол баргузор менамояд ва дар ин шоу барнома беҳтарин ҳунармандони эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони силсилафилми ҳомиён иштирок менамоянд. бахшида ба моҳи шарифи рамазон аз 1 то 15 август шумо метавонед чиптаҳоро аз касаи кохи борбад با نرخ 20% ارزان دسترس نمایید. همصدای دل شما. با توجه مخلصان سلسله فیلم‌های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که از فروشگاه‌ها دیسک‌های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک‌هایی که گالاگراما ندارند صفتی پست داشته قلبکی میباشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده میشوند. خرید دیسک‌های گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت میکند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می‌نمایم که اگر شما فروش دیسک‌های قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده با تشکیلات یا کمیته‌های داخلدار مراجعه نمایید.